امروز استاد شما ببینید چون نظر می‌افکنیم بر جامعه نفرانی رو می‌بینیم که از دستشون کار می‌آید که مشکلی یک نفر رو، یک جامعه رو، یک محل رو، یک دهه رو آسان کند، ولی یک نفری کار افتاده نزدش میرود و از دست اون کار میاد برای مشکلی وی رو کشوده کردن، ولی همین رو برای خود آر میدوند یا که غرور میکند، کاری همون کس رو، مشکلی همون کس رو، حاجت همون نفر رو نمیبرارد. به این نفر رو چی گفتن در کار است؟ سبب چی است که دور میگردند و خیر احسان نمیکنند؟ چون نمیدانند، فرصت عمر و غنیمت نمیدانند و لذت صدقه و خیر احسان نکوکاری رو نچشیدند. خیال میکنند که فقط به عیش و عشرت زندگی کردن همین است. اون کسی که دست رسا دارد و دست نمیگیرد بازم برمیگردد به جهالتش، به نادانیش، به نافهمیش و به اندیشگیش. مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله میگه کسی را که خدا دوست داشت حاجت مردم را طرف اون روانه میکند. یعنی کسی را خدا دوست، محبوب چشم پروردگار شد، حاجت برار مردم میشود. در دل اون فقیر و کم بضاعت یا کسی خدا میگذارد که نزد فلانی برو. این حدیث است که کسی را خدا دوست داشت حاجت برای مردمش میکنه. کسی که اگر پشت درش آدم جمع شد یا تلفنش بسیار زنگ زد، من با ماشینت نیاز دارم، با نصیحت شما نیاز دارم، با توصیه شما نیاز دارم، با کمک شما نیاز دارم، این آدم باید 1000 بار خدا را شکر کند که چرا با کمک من، چرا با کمک همسایه نه، چرا در خانه همسایه نکوبیدی، چرا پیش کسی دیگر نرفتی، چرا پیش راهبری که از من بالاتر است پیش اون نرفتی. خدا را شکر که این پیش ما آمده است. ولی این برآوردن حاجت یا که مثلا کسی را کمک کردن مهم نیست. کسی میتواند کمک میکند، اما همین آدم باید ناامید از پشت درت نگردد. ببین ساده تر مادرها چگونه خیر احسان میکردن. اگر مادر در خانه ما شما میکوبید مثلا که به قند نیاز دارم و شکر نیاز دارم، میگفت من قند و شکر ندارم، این یک پیاله شیر رو بگیر برو. یا میگه با گوگیر نیاز دارم، میگن من گوگیر ندارم، گوگیر خودم تمام شده است، اما یک پاره نان رو بگیر برو. کسی رو ناامید نمیکردن. هر کس حاتم توی شده نمیتواند، اما این جانمردی باقی میماند. بدون که در خانه آمده است ناامید پس نباید بگردد. و در جای دیگر نمیگوییم که در من آمده است و من از من کمک پرسید و بسیار کمال ناجانمردی است. و شکر کن که در تو آمدن. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که کسی یک مشکلی اندکی کسی رو حل میکند، رها میکند، از اندک غم اون آسوده میکند، پروردگار یکی از مشکلات وزمینش رو در قیامت حل میکند. و این اندک حاجت کسی رو برآوردن، این خوشنودی پروردگار است رو اندک گرفتن در کار نیست. گر خدا داد به تو دولت ملک و حشمی، بایدت کرد به هر خسته نگاهی کرمی، تا توانی زیدرت حاجت مردم ببرار، به دم یا قدم یا قلم یا درهمی.